اومدی چی اومدی تو؟ کولر میگیرم خنک شم، ما باید کولرمون خنک کنیم. بیا بابا چرا جواب نمیدی؟ گرم میمونه به خدا. گرمته؟ آره. به یاتاقانم که گرمته. 3 روزه دارم جیر جیر میکنم، چرا نمیای بالا سر بزنی؟ ها؟ والا تو جیر جیر نمیکنی، بیشتر جیک جیک میکنی. بابا جیک جیک که مال این 20 صاحبه بابا. بی پدر میاد تخم میذاره تو ما، همه جوجه شدن گرما. حالا این هیچ. چرا باد تند نمیزنی؟ چه میدونم، شاید آب قطعه. میگم چرا باد تند نمیزنی؟ من خوشحال دارم. من چند وقت دارم با این موتور کار میکنم. میگم چرا باد تند نمیزنی؟ چون که بابا تندم و کنده. چرا باد تند نمیزنی؟ خب چرا خنک نمیکنی؟ بعد میگن کولر ما چرا جواب نمیده. آقا یخچال هم وظیفش خنک کردنه. بعد بیار بذار پشت بون جلوی آفتاب ببینم بازم خنک میکنه. ما خودمون سایه داریم، رو پشت بوم هم خنک میکنیم.